دکابر سال 2022 در مرز اسفره با نویه‌های بادکند قرقیزستان بین ساکنان زنوزنی رخ داده است. این زنوزنی تقریبا ساعت 12 صورت گرفته است. ساکنان میگویند که حالا وضع آرام است ولی در هوا چرخبال‌ها دیده میشوند. خبر زنوزنی در مرز را عبدالکریم عالمبایف والی ولایت بادکند به بخش قرقیزی رادیوی آزادی تصدیق کرده است، ولی بدون ارائه جزئیات زیاد فقط همین قدر گفته است که از هر دو طرف شهروندان آسیب دیدند. خبرگزاری روسی سپوتنیک از قبل یک ساکن دهه سامانیان جماعت چورکو خبر داد که زن و زنی ساعت 2:45 دقیقه بین ساکنان دهه سامانیان و دهه کوکتاش نویه بادکند رخ داده. در جریان آن یک ساکن سامانیان آسیب دیده است. درگیری زمان رخ داد که یک گروه ساکنان دهه نزد مرزی کوکتاش به منزل ساکن سامانیان با سنگ و آهن هجوم کردند. در نتیجه ساکن 20 ساله سامانیان عاقلزاده دودوخان از نویه سر و گوشش سخت آسیب دیده است. عاقلزاده دودوخان فعلا در بیمارخانه محلی جماعت چورکو بستری کرده شده است. گفته است این ساکن سامانیان به گفته او با این مناقشه ساکنان دیگر سامانیان نیز همراه شدند و از جانب قرقیزا به سوی آنها از ملتق شکاری 4 تیر خل شده است که خوشبختانه به کسی نرسیده است. سپوتنیک می افزاید که مقامات محلی دهه‌های نزد مرزی دو کشور در جای حادثه گفت و شنید کردند و بنا به اطلاع ساکنان سامانیان جانب قرقیزستان اعتراف کرده است که مناقشه با عیب آنها صورت زده است. رادیوی آزادی ساکن آسیب دیده سامانیان را حزب الله عاقلزاده 21 ساله نام میبرد. عاقلجان توجیف پدر او گفته است من سحری از محله پایان به خانه آمده ایستاده بودم که از طرف خانه قرقیز تباران به سویم چندین سنگ حواله شد. اهمیت ندادم، به خانه خود در آمدم، ولی بعد چند دقیقه یک قرقیز تبار از بیرون خانه ما را فریاد کرد و بعد پسرم برآمد. وقتی از خانه بیرون شد به سویش داد و وای کرده با ارمغان به طرف سر و اطراف گوشش ضربه زدند. از این حادثه همسایه و باخبر شده زود مقامات را جیغ زدند و جنجال برطرف شد. بازاربای توجیف بابای حزب الله توجیف گفته است حالا نبیرش را برای معاینه به بیمارخانه جماعت چورکو بردند و اما خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داده است که مناقشه روز 3 دکامبر وقتی سر زد که یک گروه شهروندان تاجیکستان نسبت به ساکن قرقیزستان دشنام و حقارت‌ها روا دیدند. این مناقشه به زنوزنی و سنگ‌اندازی پیچیده است و بنا به فرضیه مرزبانان قرقیز شهروند قرقیزستان با مقصد راه ندادن مناقشه نو و پراکنده کردن شهروندان از کمان شکاری به هوا 3 تیر آگاهی کننده پرانده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان تا حال این قضیه را شرح ندادند، ولی جانب قرقیزستان میگوید برای معاینه کردن سبب و تفصیلات حادثه ملاقات نمایندگان نهادهای مرزبانی دو کشور جریان دارد. زنوزنی و سنگ‌اندازی روز 3 دکامبر نخستین مناقشه گروهی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه خونین روزهای 14 و 16 سپتامبر سال 2022 است که از دو طرف بیش از 140 کشته و حدود 450 زخمی به جا گذاشت. این خونین‌ترین مناقشه در تاریخ نه فقط نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی بین کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می‌شود. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف اخیراً گفت که آنها می‌خواهند الکی تا پایان سال 2022 با تاجیکستان در مورد حل مشکلات مرزی به توافق برسند.